این هم داستانی از روم باستان که در آن جاه طلبی، وظیفه و خیانت در هم تنیدند. سایه عقاب. لوسیوس والریوس آکویا، فرمانده لژیون نهم هیسپانیا، پس از 10 سال جنگ در مرزهای شمالی بریتانیا به روم باز می‌گشت. غبار جاده‌های طولانی و زخم‌های بیشمار چهره آفتاب سوختش را سخت‌تر و چشمانش را نافذتر کرده بود. او به امید برگزاری مراسم تریومفوس که بزرگترین افتخار برای یک ژنرال رومی باشد و دیدن دوباره کاسیا، زنی که قلبش را در روم جا گذاشته بود، به پایتخت جهان می‌آمد. اما رومی که او ترک کرده بود دیگر وجود نداشت. امپراتور تراژان بزرگ درگذشته بود و اکنون پسرخوانده‌اش هادریان بر تخت نشسته بود. امپراتوری که بیشتر به تحکیم مرزها و معماری علاقه داشت تا فتوحات جدید. سنا که زمانی قلب تپنده جمهوری بود، اکنون به محفلی برای چاپلوسی و توطئه‌های پنهانی بدل شده بود. در اولین روز ورودش به روم، لوسیوس به مجلس سنا رفت. سناتورها با جامه‌های سفید و حاشیه‌های ارغوانی با احترام تصنعی به او خوشامد گفتند. اما در میان نگاه‌هایشان لوسیوس چیزی جز حسادت و بدگمانی نمی‌دید. او یک مرد جنگ بود، عادت به صداقت خشن میدان نبرد داشت و زبان حیله‌گرانه سیاست برایش بیگانه بود. رقیب اصلی او سناتور گایوس فولویوس ماسر بود. مردی لاغرندام با لبخندی سرد و چشمانی که همیشه در حال محاسبه بودند. ماسر هرگز یک شمشیر را در میدان جنگ به دست نگرفته بود، اما در راهروهای سنا استاد نبردهای کلامی و خنجرهای نامرئی بود. او ثروت خود را از طریق قراردادهای دولتی و رشوه‌خواری به دست آورده بود و لوسیوس را با شهرت و محبوبیتش در میان مردم و ارتش تهدیدی برای قدرت خود می‌دید. آن شب لوسیوس مخفیانه به دیدار کاسیا، دختر سناتور کورنلیوس رفت. در باغی غرق در عطر یاس و نور مهتاب، آنها یکدیگر را پس از سالها باز یافتند. اما شادی این دیدار کوتاه بود. کاسیا با چشمانی غمگین به او گفت: پدرم مرا به عقد گایوس ماسر درآورده است. این یک اتحاد سیاسی است برای حفظ جایگاه خانواده‌مان. او قدرتمند است، لوسیوس. خطرناک است. دنیا بر سر لوسیوس خراب شد. زنی که برایش می جنگید به دشمنش وعده داده شده بود. روزهای بعد ماسر حملات خود را آغاز کرد. او در سنا هزینه‌های لشکرکشی لوسیوس را زیر سوال برد و او را به حیف و میل اموال دولتی متهم کرد. شایعاتی در شهر پخش شد که لوسیوس قصد دارد با استفاده از وفاداری لژیونش قدرت را به دست بگیرد. درخواست لوسیوس برای برگزاری مراسم تریومفوس با بهانه‌های مختلف به تعویق افتاد. عقاب مغرور لژیون نهم در تارهای عنکبوت سیاست روم گرفتار شده بود. یک شب ماسر لوسیوس را به ویلای مجلل خود دعوت کرد. در حالی که برده‌ها شراب گران قیمت در جام‌های نقره‌ای می‌ریختند، ماسر با همان لبخند سردش گفت: ژنرال، روم دیگر به قهرمانان جنگی نیازی ندارد، به مدیران و دیپلمات‌ها نیاز دارد. من می‌توانم تمام این اتهامات را از بین ببرم. می‌توانم یک استانداری ثروتمند در نصف برایت تضمین کنم، جایی دور از اینجا، با افتخار و ثروت. لوسیوس پرسید: و بهای آن چیست؟ ماسر به آرامی جامش را روی میز گذاشت. از کاسیا صرف نظر کن، با جاه طلبی‌هایت خداحافظی کن و بگذار من روم را آنطور که صلاح می‌دانم اداره کنم. این یک توهین آشکار بود. ماسر نه تنها عشقش بلکه شرافتش، دیگنیتاس را نیز هدف گرفته بود. لوسیوس می توانست معامله را بپذیرد، به یک زندگی مرفه اما توخالی تبعید شود یا بماند و بجنگد، نه با شمشیر بلکه با کلمات و اصول. فردای آن روز جلسه سنا برای بررسی نهایی اتهامات علیه لوسیوس برگزار شد. ماسر با نطق آتشین و حساب شده‌ای لوسیوس را خائنی جاه طلب معرفی کرد که پشت نقاب یک قهرمان پنهان شده بود. بسیاری از سناتورها از ترس یا برای منفعت
با سر تاییدش می‌کردند. وقتی نوبت به لوسیوس رسید، همه انتظار یک دفاعیه خصمگین را داشتند. اما او به آرامی از جای برخاست. زره درخشانش در زیر ردای سناتوریش پنهان بود، اما صلابت یک فرمانده در صدایش موج می‌زد. او در مورد سیاست حرفی نزد. در مورد پول هم همینطور. او از سرمایه بی‌امان دیوار هادریان گفت، از مردانی که در برف و بوران دور از خانه جان دادند تا شهروندان رام در آرامش بخوابند. او از وفاداری، وظیفه و افتخار صحبت کرد. او از رومی حرف زد که در آن ارزش یک مرد به زخمهایش برای دفاع از امپراتوری بود، نه به سنگینی کیسه سکه‌هایش. سپس رو به ماسر کرد و با صدایی رسا گفت: شما از اعداد و ارقام صحبت می کنید. سناتور ماسر، من از خون و فداکاری حرف می زنم. شما نگران خزانه دولت هستید. من نگران روح روم هستم. کدام یک گرانبهاتر است؟ سکوت سنگینی بر مجلس حاکم شد. لوسیوس به قلب تظاهر و فساد آنها زده بود. او به یادشان آورده بود که زمانی رومی بودن چه معنایی داشت. در آن لحظه سناتور کورنلیوس، پدر کاسیا که تا آن زمان ساکت بود، از جا برخاست. با صدایی لرزان اما محکم گفت: من دخترم را به مردی می سپارم که ارزش روم را می داند، نه مردی که آن را برای فروش گذاشته است. این حرکت یخ را شکست. چند سناتور پیر و کهنه‌کار دیگر نیز به حمایت از لوسیوس برخاستند. توطئه ماسر در برابر حقیقت ساده شرافت یک سرباز فرو ریخت. در پایان آن روز، سنا نه تنها تمام اتهامات را از لوسیوس رفع کرد، بلکه با برگزاری با شکوه ترین مراسم تریومفوس برای او موافقت نمود. چند هفته بعد، لوسیوس والریوس آکویلا سوار بر عرابه پیروزی از میان خیابان‌های مملو از جمعیت روم عبور کرد. پشت سرش غنایم جنگی و سربازان وفادارش حرکت می‌کردند. اما او به طلاها و تحسین مردم نگاه نمی‌کرد. چشمانش به جایگاه ویژه‌ای دوخته شده بود که در آن کاسیا با لبخندی درخشان به او می‌نگریست. لوسیوس در آن روز فهمید که بزرگترین نبرد زندگیش نه در دشت‌های مه‌آلود بریتانیا، بلکه در قلب مرمرین روم بوده است. و او در این نبرد نیز پیروز شده بود، نه با عقاب لژیونش، بلکه با سایه آن عقاب که نماد شرافت و وظیفه شناسی بود و بر فراز دسیسه‌های سیاستمداران کوچک به پرواز درآمده بود. لایک و کامنت و سابسکرایب کنید. ممنون میشم حمایت کنید.